سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا میخوام بهتون آموزش بدم قوانین رانندگی در فرانسه و نکات مهم آزمون توری گواهینامه. کسایی که فرانسوی بلد نیستن اصلا نگران نباشن، چون من همه سوالها رو به فارسی براتون توضیح و ترجمه میکنم. روش کار اینه: اول سوال رو نشونتون میدم، بعد جواب درست رو همراه با دلیلش به فارسی بهتون میگم. En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours les numéros de la plaque orange oui à non B, la couleur et le symbole des losanges oui C non D. خب دوستان، این سوال درباره کامیون‌های حمل مواد خطرناک هست. وقتی چنین وسیله‌ای دچار تصادف بشه، خیلی مهمه که نیروهای امداد بدونن داخل تانکر چه موادی وجود داره. روی پشت این کامیون دو علامت اصلی هست. اولی پلاک نارنجی هست که روش شماره نوشته شده، عدد بالایی نشون دهنده نوع خطره و عدد پایینی شماره ماده یا همون کد سازمان ملل هست. دومی لوزی رنگی با نماد شعله است که نوع خطر را با رنگ و علامت مشخص میکنه، مثلا قابل اشتعال بودن. بنابراین اگر تصادف شد باید حتما شماره های پلاک نارنجی و همچنین رنگ و نماد لوزی ها رو به امدادگران اطلاع بدیم. پس جواب درست گزینه A و C هست.